توی این ویدیو گرفتم از اولین ویدیوی آپاراتورا تا آخرین ویدیوشون، یعنی امروز پنجشنبه 30 مرداد رو اوکی کردم. لایک فراموش نشه، کامنت هم بزن اگه میخواستین بگین بقیه آپاراتورا رو پارت 2 شو درست کنم. و این ویدیو خیلی سخت بود درست کردنش، برای اینکه بعد هی میرفتم پایین‌تر تا به اولین ویدیوی آپاراتورایی که توی این ویدیو در آینده قرار جلو ببینین. خیلی سخت بود، خیلی زیاد اسکرول کردم به پایین. پارت 2 رو دوست داشتین بگین چه آپاراتورایی باشه، بریم که شروع کنیم. شاید تو چرا داره با دستای خودم میکشم ناموسم. بابا خودمو میکشم چه سمیه، برو سر. من اسامم و اومدیم با پورت جدید ویدیو امانگاس. بعد از مدت ها اومدیم با پای موشک. قراره که 8 تا از بچه‌ها بریم توی این مپ. سلام رفقای گل، خیلی مخلصم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. همینطوری که از اول ویدیو دیدید، امروز قراره سری از چیزای عجیب غریب و رازهای جی تی رو با هم دیگه بررسی کنیم که هر پلیر دوباره دیوونه خونه حبیبی این چند وقته کلی مپ خفن تو دنیا ترند شده. بریم ببینیم قضیهش از چه قراره و دوباره چجوری قراره به 80 روش دوستان، مهدی 21 هستم. خوش اومده به یه ویدیوی جالب و هیجان انگیز از اینکه من یه سالی سلام دوستان، مهدی 21 هستم. حالتون چطوری؟ سلام و درود و وقت بخیر همه چی شده بود. هیچ وقت منو فیل نترسونده. تنها چیزی که درده یک سری بازی ترسناکا بودن، یعنی گیما بیشتر میترسونن تا مثلا فیلم خیلی احمقانه. سلام و درود، خوش اومدید به یک بازی نسبتا جدید. البته جدید که بازیش نیست، ولی تو کانال ما یه جوری جدیدشون کم بازی کردیم. آخرین بار فکر می‌کنم سوم. خیلی خوش اومدید بچه‌ها. این شماره 3 شه. گفتم کلی داره، 4 5 6 7، بعد نسخه ترسناک داره 1 2 3 4، بعد همشون